بابا چی بیل کنم به تو چه آخه؟ گفتم شاید اینا رو گرفتن. نه میگم میشینی سلام. سلام، چه احوال؟ میگم میشینی استوری خودتو یه بار دیگه نگاه میکنی؟ استوریای خودم رو 3 بار نگاه میکنم. مثلا فکر کردی خیلی بانمکی تو؟ آره، همه فالوورا میگن ما از همینجا میگم که خیلی آدم میگن به خاطر من بینمکی تو احمق. ریدم. اه. یه دونه اینو نگاه کن. اوه یاکوزاه؟ سونگاپوزاه. یعنی چی؟ یاکوزا یعنی نونگاپوزا. خیلی بیادبی. آقا من دیگه سلام عرض کنم خدمت همه بچهای استانبول که توی شهر استانبول دارن کار میکنن، بیزینس میکنن، هر کاری میکنن دمش همون بچهای ایرانی که تو استانبول. بعد واقعا قربت ببین واسه ما تفریح. قربت یه چیز واقعا بدیه دیگه. دم همشون گرم. از همینجا نوکر همتونم. عشق منی. خیلی ارتفاعش بالاه. خیلی. آقا خیلی ارتفاعش بالاه. میترسی؟ نه؟ گفتم شاید اینو دوربین داشته باشم براشون جذاب باشه. من مسخره بازی در میارم. مسخره خودت هم میدونی مسخره بازی در میاری. کلاس شوخی میری شما؟ بس اینجا خارجه از من فیلم نجا. 1 ساعته توش داره میچرخ. نگاه علیرضا رفت بیرون، نگاه باز داره میچرخ. بیا بیرون. بیا بیرون. بیا بیرون. چرا نرفتی بیرون؟ چرا؟ ها؟ میگم چرا بیرون نرفتی؟ مجی دوباره بر نمیجره زیتوفونی میکنه میاد تو. چی؟ زیتوفونی مجی نمیکنه این آدمو دستگاهه. این دستگاه نیست که. باید بری بیرون. بیرون اون دره رو گذاشتن دیگه احمق. واقعا میخواستم بگم احمق، دیدم اینو احمق. اینو گذاشته این دره هم اسکول چیه؟ آره بپرس بگو آقا اسکولین. حالا من دارم صحبت می‌کنم بجی رو چچلا بجی ببین نه اینا پس کردنیاشون از اینجا شروع میشه تا اینجا. ببین درسته اینو خارجه ولی قرار نیست کسی رو ما مسخره کنیم. پس چند روز داریم میکنیم. نه میگم این چه کار زشتیه. یه سیم کارت بخر تو هر ماشین سوار میشیم از بنده خدا حلالش داریم میکنیم. باش ترکیه‌ای صحبت کن. توضیح بدم چی کار میکنن اینا. بگو. ببین تو میشینه تو ماشین حامد از راننده میپرسه که آقا مثلا ما میخوایم بریم جایی وای فای بده که من تو گوشیم بزنم. بعد این بنده خدا رمز وای فای هممون میزنیم. یه سیم کارت بخریم. وا عمو صحبت کن ترکیه‌ای. صحبت کن. چی بگم؟ بگو سلام خوبین؟ مرحبا abi nasılsın؟ نه İyiyim çok şükür. Sen اول خود به تپیه. خب بپرسه او که میگه تو چطوری؟ میگه sen nasılsın؟ Ben de iyiyim. شکر olsun. بگو که ما خیلی اینجا بهمون خوش داره میگذره. دمتون گرم که شهر به این خوبی داریم. Türkiye'de biz çok iyi günleri seferi ediyoruz. خندش که عمو şekle Mehdi رو دیده میگه ایسته onu dene konuş o bu niye beladı. Benim şeklim ne söylüyorsun abi? Vallahi bir kasa şarap içmiş gibi bir halim var. میگه شبیه کسایی از شبیه کسایی هستی که دیگه منشوری میشه اون. میگه انگار یه کاسه شراب خوردی قیافش رو میگه. شبیه اینایی هم که همون تریدی bunlara okşuyorum ki araba vurup bileme. ولی خیلی خوشگله. همه دوست همه bunu seviyor. من فالوورلرم bunu seviyor. همه دوستش دارن. خیلی منی seviyor. فالوورلر. این سری بگم خورد راستیه. اما اصلا حالمان نداره چون اینترنتش داره تموم میشه. اسمسش اومد براش. به چی نگاه میکنی؟ یعنی به چی نگاه میکنی؟ دید میزنی؟ خدا یه دونه دهن داده 2 تا چشم. یعنی چی؟ به من نگاه. چی؟ یعنی دهن رو به نگاه کن. دیگه خداوند غیر مستقیم اشاره کرده. آوردم واسه دونر کبابی. میدونستی این کباب دونر که تو ایرانه؟ داره برامون خرج میکنه. تو چرا آوردی؟ من مهمون شما قدم برزه فرمونی. برای
کلمه ای نکنید. من نوکرتم آقا علیرضا خدا سر بزرگی. سفره شمایی. من نوکرم دکتر. آقای اونو بگو با گشتگی امتحانمون نکن، اون دعا رو بکن. ما الان ساعت 7 تو ایران به خدا الان صبحونه ناهارمون رو یه چی کردیم. اصلا نخوردیم هیچی. دعایی هستش که ما آذری‌ها میکنیم میگیم الله آجلون امتحانات تهمه. آفرین. یعنی چی؟ با گشنگی ما رو امتحان نکن. آفرین آفرین. تو هم خیلی شیکمویی یا احمد. نگاه نکن. اینجا بده. اینجا بگونم مگه خارج نیستیم؟ خارج دیگه مثلا آزادی ها. این چه خارجی مالو؟ چرا؟ همش نوشیدنی های حلال. آب پرتقال. چی می‌خواستی بگیرم برات؟ یه جن حداقل قهوه‌ای اسپرسویی. چرا؟ علیرضا میام فکر کرده از آزادی به اینه که بیای وسط رستوران داد بزنی و هیچکی. این آزادی این نیست. این آزادی اینجا رو دوست ندارم. چرا دوست نداری؟ اکثرشون پشت فارسی میگیم میفهمن. نه اینجا چیز بهتون تقسیم آره؟ همشون ایرانی هن 90 ایران. همشون میدونن ایرانی. 90% ایران. 90% کف استانبول که میاد اینجا سیه. ماشاءالله ماشاءالله. برو خجالت نکش. آقا مهدی جانم این کیه؟ بچه می بچته؟ این سیاه آخه. خیانت کرده ولی خب نمیخوام زندگی مثل این بپاشه. ولی خیلی خوشگله. ولی من کی ازدواج کردی؟ من آره اوچلاین رفته بودم. الان بچه رو آوردم. آره من ندیدمش. آقا مهدی اون بازم اونجا نشسته داره با گوشی. این بار هم با گوشی صحبت می‌کنه هم میگه لاپاسابی دارم. چی؟ لاپاسابی. یعنی عرقسوز شده بی ادب. رونای بیادب چیه میگی؟ بی ادبی داره. لابلای پاش سابیده به هم. فقط با گوشی نگاه کن. فقط انیشو داره بود. بابا دیگه نمیومد مسافرت میشست با گوشی برمیرفته. والا اینجا اومدیم آدم فکر میکنه تو تهران بزرگ داره قدم میزنه. کجا؟ اون زندانه. تهران. منو مسخره نکنی ها. این دهنم باز میشه. می‌خواستی یه چیز دیگه بگی. صحبت.